سلام بچه، من عاطفه‌ام. احتمالا منو از چنل قبلی بشناسید، اون هست. ولی خب تصمیم گرفتم که واسه یه مادا و پادکست ها یه چنل جدید بزنم که رو مودش هستم و قراره که ادامهش بدم، ولی احتمال داره که بعدا دوباره پشیمون بشم و کلا ببوسمش بذارمش کنار. اما خب بیایید فعلا که هستم و دوست دارم که ادامهش بدم پیش ببریم چنلو و در موردش صحبت کنیم. امروز 29 یا 30 شهریور، فکر کنم 30 امروز. دیگه روزا رو واقعا قاطی کردم و 2 روز دیگه مدارس شروع میشه و من نمیدونم چرا هر موقع که من میخوام یه چیزی رو شروع بکنم دقیقا میام توی شهریور یا یه تایمی شروع میکنم که نزدیک یه چیزی هست. از یه لحاظی خوبه، یعنی محتوایی دارم که بخوام در موردش صحبت کنم، از یه لحاظی بده. ولی آره، خلاصه الان من میشه 7 سال که دیگه مدرسه نمیرم و یعنی امسال که بیاد میرم تو سال 7م که دیگه مدرسه نمیرم و میره توی سال 2 که دیگه دانشگاه نمیرم. و به اون کسی که هر دوتای اینا رو تجربه کرده، مثلا نمیخوام بذارم تو ذوقتون، ولی نه مدرسه نه دانشگاه از نظر تجربه علمی به درد ما نمیخوره آنچنان، چون که مدرسه که خب اصلا کلا یه شکل دیگه است. الان ما میخوایم در مورد مدرسه صحبت کنیم چون که داره سال تحصیلی جدید برای دانش آموزا شروع میشه و میخواستم بگم که خیلی از بچه ها، یعنی فکر کنم 98% از بچه ها از اینکه مدرسه ها داره شروع میشه و قراره برن مدرسه بعدشون میاد و ناراحتن از این بابت، چون که خب مدرسه محدودشون میکنه، یه تعداد چیزایی تکلیف و مشق و این چیزایی بهشون میده که واقعا به دردشون نمیخوره. یعنی مثلا من توی اول دبستان تا اول دبیرستانم که فکر کنم میشه 10 سال نسل جدید، بکنم علنا چیزی واسه یادگیری وجود نداشت واسه من. صرفا چیزایی بودش که آره امکان داشت که به درد اطلاعات عمومیم بخوره تا یه حدی، ولی بعد از اون واقعا بهش نیازی نداشتم، مگه اینکه دیگه خیلی میخواستم بهش علاقه داشته باشم، خارج از مدرسه هم بخوام مثلا در موردش تحقیق کنم، در موردش بخونم، در موردش اطلاعات بیشتری به دست بیارم. ولی همون 1% اطلاعاتی که مدرسه بهمون میداد، تازه اونم انقدر گنگ و انقدر پیچیده و انقدر 10 بار دور دهن چرخونده که تو مدرسه متوجهش نمیشدیم. من اینکه بعد تو کتاب موندم که اصلا یه با یه ادبیات خیلی سخت و خیلی اصلا نامفهومی می نوشتن که مثلا 10 بارم میخونی نه اون جمله تو ذهنت میمون نه هیچ چیزی از اون جمله میفهمیدی. به خاطر همین میم اگه کسیم چیزی از مدرسه یاد گرفته صرفاً به خاطر علاقه شخصی که نسبت به اون درس یا نسبت به اون مسئله به دست آورده یه اطلاعاتی داره و همین، یا چیزی که من اطرافم دیدم و چیزی که خودم تجربه کردم منم این بوده. حالا اگر شماها بودید که واقعا توی مدرسه چیزی یاد گرفتید که خب خیلی خوبه. ببخشید یکم سر صداست. این تصمیم گرفته که با یه عروسکی بازی کنه، عروسک پیچیده و داره خودشو میکشه تا اون عروسک رو در بیاره. متاسفم، معذرت میخوام، این داره با عروسکی دعوا میکنه و این سر صدا هست. اگر میشنوید، اگر نمیشنویدم که خب چه بهتر. اما بیایید در مورد این شروع کنیم که خب اصلا چرا ما یه همچین یعنی مثلا تو فیلم ها و تو اینجور داستان ها هم دیدیم که مثلا کشورهای دیگه بچه هایی که مدرسه میرن اینطوری که اوه مدرسه شروع شد، وای مدرسه حالمو به هم میزنه، وای فلان، وای بیسان. ولی تو مدرسه واسه اونا واقعا بهشون خوش میگذره. یعنی چیزایی دارن که خارج از کلاس و ایناشونه که واقعا براشون تفریحه و کلاساشون یه جوریه که اصلا اینطوری که یه حالت خشک و رسمی داشته باشه، تو نشسته باشی معلم فقط حرف بزنه. اکثر کلاساشون کلاسای جدی هم دارن و وقتی که اونا میان این حرف رو میزنن، پس ما الان باید بگیم که ما اصلا هیچ چیز، یعنی 12 سالمونو داریم میریزیم دور، چون میریم توی فضای بسته، فضای به شدت مذهبی، فضای به شدت خشک، فضای به شدت دیکتاتوری، فضایی که
تمام ذوق و شوق بچگی تو همه چیز رو از بین میبره، فضایی که تمام شیطنت‌های بچگی، تمام بازیایی که دوست داری انجام بدی از بین میبره. فقط چند تا چیز رو توی ذهن تو میکاره که حتما باید نمره خوب بگیری، حتما باید درست خوب باشه، حتما باید ادب و رعایت کنی، حتما باید به معلمت احترام بذاری، حتما باید به ناظم و مدیرت احترام بذاری. من نمیگم نباید احترام گذاشته، من دارم میگم که خب چرا فقط همینو دارن تو مغز ما فرو میکنن، در حالی که اون مدیر، در حالی که اون ناظم، در حالی که اون معلم واقعا بعضی وقتا ما رو داره اذیت میکنه، اذیت بیخود، نه اذیتی که واقعا دلیل داشته باشه. ببینم مثلا من یه کاری کردم و اون اومده داره منو دعوا میکنه و حالا اذیتم میکنه، ولی نه، واقعا نه. میگم توی مدارس پسرونه حالا من تجربهشو نداشتم و نمیتونم نظر خیلی چیزی بدم در موردش، ولی خب من مدرسه دخترونه رو تجربه کردم و به نظرم مدرسه دخترونه واقعا تفاوتی با زندان نداره. سر همین خیلی دلم پره و کلی میتونم در مورد این مسئله صحبت کنم. نمیدونم تایم پادکست قراره چقدر بشه، احتمالا قراره پدرم سر ادیتش در بیاد. البته نمیخوام ادیت خاصی بکنم، صرفا یه سری کات واسه سر و صداها و ایناست و کار دیگه ندارم. اما این که میگم مدرسه دخترانه واقعا مساوی با زندانه اینه که خب کادر مدرسه، فکر نکنم اصلا مردی توی کادر مدرسه دخترانه وجود داشته باشه. نهایتا چی میگفتن؟ بابای مدرسه که همون نقش نگهبان مدرسه رو داشت، احتمال داشت که آقا باشه که معمولا اونم تو اون تایمی که مثلا ما بودیم همون صبح تا ظهر نبود، بیرونش میکردن از مدرسه، فقط در مدرسه رو باز میکرد میرفت و موقعی که ما داشتیم تعطیل میشدیم برمیگشت. من یه همچین چیزی یادمه چون توی دبستان داشتیم اینو، توی راهنمایی نه، کلا کادر مدرسه‌مون خانوم بودن و می‌بینی هر چقدر که یه دختر بزرگتر میشه، مخصوصا از سوم دبستان به بعد که به سن تکلیف میرسه، اون فشار، اون زندانی بودنه، اون اینکه همه چیشو داره، هر ذوق و شوق و علاقه و شیطونی و همه چیشو دارن از بین میبرن، مخصوصا از سوم دبستان که میشه 9 سالگیمون شروع میشه و نمیدونم، یه نفر خب کنار میاد، یه نفر کنار نمیاد، یه نفر اصلا براش مهم نیست. من اون آدمی بودم که کنار نمی اومدم و هی داشتم سعی میکردم که خود واقعیمو بروز بدم و خب این خود واقعی بروزانه مثلا هی میشد که مدیر ناظم دعوت میکردن، معلم دعوت میکرد، تو راهنمایی خیلی وضعم خراب شده بود، یعنی من کلا داشتم با مدیر و ناظم دعوا میکردم و میدونی خب حتی اگه ذره علاقه به مدرسه، حالا نه فقط به خاطر درس، به خاطر اون جمع دوستایی که تو مدرسه داری مونده باشه واسط و داشته باشیش، با این چیزا، با این محدود کردن، با این دعواهای بیخودی، با این که هی به همه چیز تو دارن گیر میدن، از بین میره. و قطعا یادم من 4 دبستان که بودم معلممون یه ذره مشکل روانی طور داشت. معلم سال 4 که میشه معلم بچه‌های 10 ساله مشکل روانی داشت و داشت به بچه‌ها درس میداد و ببینین ما مثلا سر کلاس داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، میومد دعوامون میکرد، میومد از کلاس بیرونمون میکرد، میومد چرت و پرت میگفت بهمون و در نهایت ما اون سال گذروندیم. ولی انقدر حجم شکایت‌های مادرها پدرها از اون معلم زیاد شده بود که سال بعد که ما تموم شده بودیم، ما رفتیم سال 5، اون معلم رو دیگه نذاشتن درس بده، ولی ماها آخرین دانش آموزاش بودیم و واقعا میتونم بگم که خیلیامون با یه مش ترومای جدید از سال 4 اومدیم بیرون و سال 5مون که خب واقعا سال مهمیه دیگه، تو سال 5 تو تمام بکنی قبل که نظام جدید باشه ما میرفتیم مستقیم راهنمایی. سال مهمیه، تو داری میری وارد یه بعد دیگه از شکل مدرسه بشی، خیلی بزرگتره، خیلی درساش سخت‌تره، واسه هر درس یه معلم جدید داری میبینی و واقعا باش آشنا نیستی. سال 5 خیلی سال مهمیه و اگه معلم درست و حسابی نداشتیم خیلی بد میشد و دقیقا واسه ما همین شد. فکر کنید ما سال 5مون تموم شد و وقتی که رفتیم راهنمایی قشنگ اینطوری بودیم که خب الان باید چیکار کنیم، اینجا کجا، چرا این درس‌ها اینقدر سخت شدن، همه اینا. و جدا از اون بحث درس، آموزش و همه این چیزا، میگم یه مش روانی رو آورده بودن گذاشته بودن تو مدرسه واسه راهنمایی ما. قشنگ
مثلا تکون میخوردی، مثلا زنگ تحویل تمام شده بود، داشتی میدویدی از این ور بری اون ور، میومد دعوات میکرد، نمیذاش بری سر کلاس. یا چه میدونم من و خیلی های دیگه قشنگ یادمونه حیف باهاشون در ارتباط نیستم، مگر نه مثلا به اونا میگفتن که بیان یه تیکه کوتاه در مورد این مسئله صحبت کنن که ما رو نگه میداشتن توی سالن انتظار توی راهرو که ابروهامون رو چک کنن، که ناخونامون رو چک کنن. و یکی از بچه‌هامون پوستش خیلی سفید بود، بعد موهاش هم مشکی بود. بعد همیشه اون بدبختو بهش گیر میدادن که تو اومدی یه کاری کردی که اینقدر موهات مشکیه، تو ابروهاتو رنگ کردی، تو موجهاتو یه کاری کردی، تو مداد چشم کشیدی موجهات انقدر پررنگ شدن، ولی هیچ کاری نمی‌کرد. همین این چیزا میگم باعث میشه که تو هی متنفرتر شی و هر واسه ما 3 سال بود که تموم میشه، 3 سال راهنماییمون تموم شد، دوباره وارد یه بعد جدیدی از شکل مدرسه میشدیم که بازم ما اون ناآشنا بودیم. و دبیرستان کلا افتضاح، نمیدونم الان چه شکلیه ولی واسه من افتضاح بود، مخصوصا اول دبیرستان. یهو وارد فشار این که باید درس بخونی، باید حتما قبول بشی، باید انتخاب رشته بکنی، باید تکلیف خودت رو مشخص بکنی، در حالی که اصلا هیچ وقت تو ذهن من اینو نیاورده بودن که آقا من قراره که خودم انتخاب رشته بکنم، من قراره که راه خودم رو واسه اینکه بخوام یه درسی رو بذارم واسه علاقه خودم انتخاب کنم، یه چیزی رو بذارم واسه اینکه من قراره از این به بعد زندگیمو طبق این ببرم جلو. اصلا همچین چیزی به ما نگفتن. حتی یه بارم به این مسئله واسه ما اشاره نکردن که آقا من قراره که مثلا برم رشته هنر، مثلا برم رشته انسانی، مثلا برم رشته ریاضی. به من نگفتن که باید واسه رشته ریاضی این کارا رو بکنی، به من حال نکنم باید برای رشته تجربی این کارا رو بکنی. بعد اون طرف مثلا یه نفر میگفتش که من میخوام برم رشته هنر، من میخوام برم هنرستان. همه اینطوری بودن که چی؟ هنرستان؟ مگه نمیگی هنرستان جای چه بچه‌هاییه؟ هنرستان جای چه بچه‌هاییه؟ جایی که بچه‌هایی هستن که به هنر علاقه دارن. همش اینطوری بودن که نه، هنرستان جای بچه‌هاییه که اصلا درس نمیخونن، جای بچه‌های تنبله، جای بچه‌هایی که اصلا خوب نیستن. آقا من رفتم هنرستان، میگم انقدر که همچین چیزی رو ساختن تو ذهن مردم که هنرستان جای بدیه، هنرستان بچه‌های تنبل میان، اصلا آدم یه جوری میشه. آقا من رفتم هنرستان، من شاید اول بودم توی هنرستان، با اینکه میگم من اصلا بچه درس خوندی نبودم و من صرفا توی هنرستان درسای تخصصیمون، درسایی که مربوط به رشته‌ام بودن و درسایی که باید عملی کار انجام بدیم مثلا طراحی و اینا رو خوب انجام دادم و بقیه‌شون که مثلا درسای عمومی و دینی و قرآن و اینا بودن واقعا خوب نبودم توشون، چون علاقه نداشتم اصلا بهشون. چه دلیلی داره که من توی 12 سال من 6 سال این درس‌ها رو بخونم؟ آقا هیچ تأثیری توی زندگی من نداره. بعد همشونم معلمای خلوچل و دیوونه مذهبی رو می آوردن که اصلا میگم ذهنای اینا خیلی بدتر مریض بود. یه معلم داشتیم، معلم دینی، فکر کنم 3 راهنماییمون بود. اون اصلا اینطوری بودش که از کلاس من حق نداری خارج بشی، چون که تا من میام توی کلاس بگه بسم الله شروع میگم، دور ما تمام فرشته ها جمع میشن و اگر شما از کلاس بخواید برید بیرون، حتی اگه از دستشویی در حال مردن باشید یا اینکه حالتون بد شده باشه، از کلاس نباید برید بیرون، چون که جو بهشتی کلاس رو اصلا میگم خلوچل بود یارو. بعد چرت و پرت میگفت. یه درس داشتیم، میگن بهش یکی از عنوانای درسیمون، یکی از فصلای درسیمون در مورد دوربین بود توی دینی، همچین چیزی. بعد داستانش اینطوری بودش که آره یه یارو بچه‌شو داره میبره که واسش دوربین بخره و بچه داره میگه که مثلا من فلان دوربین میخوام، اینجوری میخوام، اونجوری میخوام، اینجوری باشه. بعد یارو اینجوری که خیلی چیز باشه بهش میگه که دوربینی که تو میخوای و از اول خودت داشتی. و بچه‌ها اینطوریه که یعنی چی از اول خودم داشتم؟ که چشمی که پروردگار برای تو گذاشته با تمام قابلیت‌های این دوربینی که تو میخوای. و خب من اون موقع مثلا تازه دورانی بود، فکر کنم 15 سالم بود دیگه، آره اون سال. و تازه اون دورانی بودش که خب خیلی داشتم میرفتم سمت عکاسی، اینا پشمام ریخته بود که وای یعنی چی فلان میسا. بعدم فکر کردم با خودم نه که این چی چرت و پرتیه، یعنی چی؟ یعنی مثلا من دوربین بخرم با اون امکاناتی که توی ذهنمه
چون یه همچین چشمی دارم، من با چشم نمیتونم عکس بگیرم که من چشمو نمیتونم بهش USB وصل کنم بریزم تو کامپیوتر عکسایی که ازش میگیرن یه جا بمونه که این چه چرت و پرتیه. این چی گذشت و ما دبیرستانمون هم تموم شد. هیچ کس وقتی که دبیرستانمون تموم شد بهمون نگفتش که فضای دانشگاه اصلا شبیه مدرسه نیست. خودت باید همه کاراتو بکنی، باید با آموزش سر و کله بزنی. استادا یه جور دیگه‌ن. میگم هیچ وقت به ما نگفتن که دوره بعدی تحصیلیمون قراره که چقدر بزرگتر باشه و چقدر مسئولیت ها واسمون بیشتر میشه و ما رو تو همون بچگی نکرده که خودشون برامون ساختن گذاشتن. یعنی ما دانشجوهایی داشتیم که واقعا مثل بچهای اول دبستان بود، هیچی حالیشون نبود. یعنی واقعا اصلا نمیدونستن که چرا اومدن این رشته. مثلا یکیشون میگفت من اومدم یه رشته دیگه بخونم، اون رشته تکمیل ظرفیت شده بود، بهم گفته بود این رشته هست، پس منم این رشته رو برشم که صرفا برم دانشگاه. این چیزا خیلی بده، این چیزا خیلی وحشتناکه، این چیزا خیلی آدمو اذیت میکنه. واسه همون اول گفتم که واقعا مدرسه و دانشگاه واسه ماها تاثیر توی زندگیمون نداره، نه تاثیر علمی، نه تاثیر فرهنگی، هیچی نداره. هر چیزی که ما تبدیل میشیم بهش صرفا اینه که خودمون نظرمون جلب شده و رفتیم در موردش خوندیم، در موردش اطلاعات به دست آوردیم و الان میتونیم در موردش حرف بزنیم. شاید یه بخش کوچیکی توی مدرسه منو علاقه‌مند به تاریخ کرد، شاید یه بخش کوچیکی توی مدرسه منو علاقه‌مند به نقاشی کرد، شاید یه بخش کوچیکی که اصلا وجود نداشت توی مدرسه منو علاقه‌مند به عکاسی کرد. اصلا کی بود که زمان ما یوتیوب بود؟ هیچ کس به ما نمیگفت که آقا مثلا اگه اینجا رو نفهمیدید برید توی یوتیوب سرچ کنید ببینید. اصلا یوتیوب واسه ما تعریف نشده بود، حتی آپارات هم واسه ما تعریف نشده بود، خودمون میگشتیم پیداش میکردیم. یعنی توی یه فضای خیلی 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 بسته که هیچ چیزی، هیچ اطلاعاتی از اینکه به تو کمک بکنه که تو اون چیزی که دوست داری رو بیشتر یاد بگیری وجود نداشت و صرفا تنها منبعی که واسه ما میذاشتن همون کتاب درسی. خلاصه حرفام خیلی حرف زدم. خلاصه حرفم اینه که اگر مدرسه هنوز میرید و اگر تکلیفتون با خودتون هنوز مشخص نیستش که میخواید چه مسیری برای خودتون بذارید، چه رشته‌ای انتخاب کنید، چه کارایی انجام بدید و نگران نباشید. مدرسه نمیتونه بهتون کمکی بکنه، صرفا با کسایی که میشناسید در موردش صحبت کنید، خودتون یکم وقت بذارید به خودتون فکر کنید، به اینکه چی دوست دارید، چی دوست ندارید، چی خوشحالتون میکنه، چی باعث میشه که حوصلتون سر بره. همین چیزا کمکتون میکنه. من با مخالفت همه روبرو بودم سر اینکه میخواستم برم هنرستان، چون که بهم میگفتن که هنرستان برای تنبل است. من اینطوری بودم که نه، هنرستان برای تنبلا نیست و من میخوام برم این رشته که دوست دارم بخونم. همه اصرار داشتن که من برم انسانی، چون علاقه داشتم مثلا به تاریخ و به ادبیات و اینجور چیزا، ولی علاقه ای نبودش که من بخوام کل زندگیمو روش بچینم. همین الانم که مثلا من رفتم هنرستان گرافیک خوندم یا رفتم دانشگاه عکاسی خبری خوندم، الان درآمد من از این کارا نیست، ولی خوشحالم که حداقل چیزی رو واسش وقت گذاشتم، واسش پول خرج کردم که بهش علاقه داشتم و بهم یاد داد. واقعا یه سری چیزا رو بهم یاد داد. تو چیزی که بهش علاقه نداشته باشی رو، حتی اگه معلم خوب گیر بیاری، حتی اگه استاد خوب گیر بیاری، چون بهش علاقه نداری بهش توجه نمی‌کنی، هیچ دلی به اون کار نمیدی و اصلا حتی اگه اون استاد، حتی اگه اون معلم داره به چیزی واقعا یاد میده، تو یاد نمیگیری، تو علاقه ای نداری، چون اصلا بهش فکر نمی‌کنی. ولی وقتی که علاقه داشته باشی، تو صد خودت رو روش میذاری، تو با علاقه رو اون مسئله کار می‌کنی و با علاقه جلو میری واسه اینا. به خاطر همین اگر فکر می‌کنید که الان چیزی رو انتخاب کردید که دوست ندارید، اول از همه متاسفم که مجبور شد اینو انتخاب کنید، ولی در آینده برای دانشگاه اگر تونستید برید سمت اون چیزی که دوست دارید که بتونید با علاقه جلو برید، با علاقه براش هزینه کنید که پولتون رو دور نریزید. کل صحبتام همین بود. امیدوارم که تاثیرگذار بوده باشه. میگم صرفا داشتم این سری چیزایی که خودم تجربه کردم و تعریف می‌کردم و امیدوارم که واسهتون خسته کننده نبوده باشه. همین، مرسی که این ویدیو رو دیدید. فعلا خداحافظ.